با درود. آدم وقتی که سنش به یک جایی میرسه، جاه طلبیش کمتر میشه، میشینه زندگیش رو مرور میکنه، به کارهایی که کرده یا نکرده فکر میکنه و اساسا به دنبال اینه که آرامش داشته باشه. شب که میخوابه سرشون بذاره رو بالش خوابش ببره، وجدان آسوده‌ای داشته باشه. ولی شما میبینید موجوداتی مثل روح الله خمینی، این آدم در سن 90 سالگی که مطمئن بود دیگه داره میمیره و شرش رو کم میکنه از جهان، فرمان داد هر چی زندانی سیاسی هست تو ایران تو این زندان ها بکشن، قتل عام کنن. اسیر کشی اصلا در تاریخ ایران من سراغ ندارم و این اصلا حیرت انگیزه. یا شما نگاه میکنید خامنه ای و 86 سال سنشه، سرطانیه، هر آینه ممکنه بیفته و سقط بشه. شما ببینید این چه داغی به دل ایران و این ملت گذاشت. 40,000 نفر آدم، از بچه 3 ساله، جوونای ما این دسته گل، اصلا آدم قیافه های اینا رو میبینه هضم میکنه. آدم های روشن، بچه هایی که فقط یه زندگی معمولی میخوان، اینا رو داد اینجوری قتل عام کردن به خاطر اینکه چند صبح بیشتر تو قدرت بمونه. این آخه چه مکتبیه که همچین حیوله هایی تولید میکنه؟ من داشتم فکر کردم این همون مکتبیه که این آخوندها هم 5-6 سالگی اینا رفتن حوزه دیگه. حالا الان اینجوری نیست ولی زمان اینا اینطوری بوده. اینا اصلا با یک فرهنگی بزرگ شدن که توش گفتن طلحه و علی در یک روز 700 نفر یهودی رو سر بریدن. شما بشینید فکر کنید، صحنه رو مجسم کنید، 700 نفر آدم رو کت بسته بیارن بذارن لب خندق، سرشون اینجوری ببرید دونه به دونه. و اینا با این مسئله به وجد می اومدن. وقتی اینا رو براشون تعریف میکردن رفته تو وجودشون که کشتار در راه خدا کار زیبایی است. و خب وقتی خودشون قدرت میگیرن چنین کاری میکنن، اصلا اینا چیزی به نام وجدان در وجودشون نیست. این یک مکتبیه که بابا اسم بچه‌شو میذاره سیف الله، یعنی شمشیر خدا. این که آدم فکر کنه الان خامنه‌ای نشسته مثلا یه عذاب وجدان هم داره. چه عذاب وجدانی؟ اینا رو بچه‌های ما رو تو کهریزک گرفتن دارن میکشن و همینجوری جنازه داره میاد بیرون. چه عذاب وجدانی ندارن؟ اساسا خامنه‌ای یه آدمیه که رسما گفته خدا از دهن من صحبت کرد. اینم حالا کسایی که نگرانن این بره به ترامپ بسازه، این من فکر میکنم این خداست. خدا مگه با کسی میسازه؟ دوران بسیار سیاهیه. داغی که اینها به دل ما گذاشتن تا ابد میمونه. این هولوکاسته برای ما ایرانی‌ها و من شخصا هر کسی که به هر نحوی بخواد این موضوع رو زیر سوال ببره، بخواد در مورد حرف، این دشمنه. این از سمت من ببینید، هم میدونم من آدم پاسیفیستی هستم خودم، ولی الانم بالا به خودم دارم یاد میدم زیاد احساساتی نشم، خودم رو دارم کنترل میکنم. ما الان باید در فاز قوی بودن و جنگجو بودن باشیم. من الان واقعا دوست دارم میشد که برم با اینا بجنگم با دستای خودم. خب نمیشه، بله شاید یه وقتی بشه، نمیدونم. یک چیز دیگه هم عرض کنم خدمتتون، این مسئله چپه که من نمیدونم چرا اینا همیشه در سمت غلط تاریخن. سال 57 جنگ ایران و اسلام بود، اینا رفتن پشت اسلام قرار گرفتن. الان باز جنگ ایران و اسلامه، باز اینا رفتن پشت اسلام قرار گرفتند. حالا ممکنه بعضیشون به خامنه ای اینا فوش بدن، ولی شما عملا وقتی میای به نفع اون جناح کار میکنی، به نفع اونی دیگه. یه سریشون که حالا فسیلن واقعا. این 57 آخه انقدر احمق و ابلهه، من اینا فوش نیست، واقعا توصیفه دیگه. ابله یعنی چی؟ یعنی همینا دیگه. شما حسابشو بکن. این انقدر نمیفهمه که بابا مردم از شما نفرت دارن. یکی و یکی ازدواج کرد، یکی دیگه اومد بهش هی رو طرف عیب گذاشت، گفت این چرا با این ازدواج کردی و فلان. نفر سومی وارد شد اومد گفت بابا حالا این اگه با اون ازدواج نمیکرد با تو هم ازدواج که نمیکرد. مردم اگر پهلوی رو صدا نمی کردن هم که نمی اومدن شماها رو صدا کنن. مردم از شماها نگن گذاشتن، شما رو اصلا نفرت دارن ازتون، یا مش آدم مضر میدونن. چرا ول نمی کنید؟ از یه طرف حالا اون تیپای جوونترشون که توی این محافل دانشگاهی و اینا هستن که اینا که عملا شدن پیاده نظام این خامنه‌ای خونخوار.
شرم‌آوره. من چپ جهانی رو میفهمم. ببینید چپایی که مثلا خارجی هن، اینا اصلا تو این باغا نیستن. اینا میخوان برن یه فوشی به اسرائیل بدن، آخر هفته از اون برن بار 2 تا آبجو بخورن، یه بنگم بزنن روشو بیان بیرون. فکر میکنن دارن با امپریالیسم میجنگن. حاضر نیستن که برن اسرائیل خودشون بجنگن یا مثلا پولی بدن بابت این مسائل. این براشون تفریحه و طبیعتا اینا ته دلشون خوششون میاد که مثلا ملاها به ایران حکومت کنن، چون میگن این ملاها از تا وقتی که با آمریکا و اسرائیل بدن خوبه، ما باشون خوبیم. ولی اینه و خب طبیعی هم هست که با این انقلاب شیر و خورشید اینا خوب نیستن، برای اینکه یک انقلابیه که میهن پرستانه است، ضد آمریکا نیست، ضد اسرائیل نیست، تازه خیلی هم خوبه، طرفدار غربه، با چیز موهوم مسخره و مضری به نام نمیدونم مسئله فلسطین، نمیدونم آرمان فلسطین به شدت بده، چون تاوان داده. ما اگر این انقلاب ننگی نمیشد احتمالاً بی‌طرف بودیم، میگفتیم به ما چه، ولی ما تاوانش رو دادیم. اینه که بعد خب اینو با دشمنی میکنن دیگه، ولی خب مردم صداشون داره میرسه، ایرانیای خارجه، هر کس به هر کاری که داره میتونه بکنه داره واقعا انجام میده. من اون خودم اون آدم سابق واقعا نیستم، الان سر کارم اومدم بیرون که همین اینو، چون نمیتونم با خودم دارم حرف میزنم، سر کار نمیتونم تمرکز کنم. الان اومدم نشستم تو ماشین، خیلی هم سرده، 10 درجه زیر صفر. اومدم دارم اینا رو میگم که خودم یه خورده سبک بشم، برای اینکه هرچی من میشینم این موضوع رو فکر میکنم که چجوری اینا تونستند تو 36 ساعت 40,000 نفر آدم رو اینجوری بکشند. نمیتونم این موضوع رو اصلا کنار بیام باش. خداحافظ.